به نام خداوند بخشنده و مهربان و بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی، دوستان ارجمند، مسلم ابن یسار یکی از بزرگان تابعی که از اهل بصره است، فقیه و زاهد دوران خود است و از صحابگان بزرگوار عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن عباس روایت کرده سخنی جالبی دارند. میگوید: ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله والانس بمحبته. این عارف بزرگوار میگوید هیچ لذت و لذت مناجات با خدا، انس با خدا، احساس قرب خدا برابر نمی شود. دوستان گرامی، لذت ها گوناگونند. لذتی هست که آن را جسم انسان، زبان انسان، چشم انسان، عموما نفس انسان احساس میکند، از خوردنی ها، پوشیدنی ها، دیدنی ها. اما لذت های معنوی لذت های بالاترند، ارزشمندترند. خوشی آن لذت ها زیباتر است. مزه خوش آن لذت ها، این لذت های معنوی، خوشتر و زیباتر است. هر کسی از اهل معنا گردد به نوع دیگری از لذت ها راحت می شود، خوش می شود. لذت های مادی چندان او را قانع نمی سازد، بلکه چون این کس پشت لذت های معنوی می گردد. کوشش می کند که لذت ایمان را، لذت قرب با خداوند را چشد، لذت سجده نمودن پیش خداوند و مناجات گفتن را احساس کند و چشد. اگر کس به این مقام بندگی رسد، واقعا لطف خدا برایش نصیب گشته، بصیرتش، چشم بصیرتش بینا شده و تن ایمان او تندرست شده. بنابراین که از بزرگان دیگر از سلف صالح میگفتند اهل دنیا مسکینن. واقعا اهل دنیا کسانی که از آخرت غافل شدن، از طاعت و مناجات با خدا محرومن، میگفتند مسکین و بیچارن. دنیا آمدند و رفتند اما خوشترین لذت دنیا را نچشیدند. گفتند چی باشد ای بزرگوار آن خوشترین لذت؟ فرمود الانس بالله. خوشترین لذت دنیا انس با خداوند است، احساسی قرب خداوند است. اینکه در سجده کس سر نهد و احساس کند که خدا را میشنود، با خدا حرف میزند و اشکش جاری شود، این از خوشترین لذت های دنیاست. بنابراین وقتا بعضا در نوارهای غیر مسلمان ها رو میبینیم که به اسلام میگروند، به این نعمت و این سعادت میرسند، به اختیار میگیریند و میگویند الان من دارم احساس میکنم که زندگی چی، حیات چی. حالا احساس میکنم که از نو تولد شدم. وگرنه آنها در قصرهای مرفه، در شرایطهای خیلی گوارا و مهیا عمر به سر میبرند. اما وقتا به نعمت ایمان میرسند، به نعمت معرفت خداوند میرسند، از مزه خوش ایمان میچشند، همه آن لذت هایی که در آن بودند، از شهرت و مال و منصب و جاه، همه آن لذت ها پیش این لذت ناچیز می شود. میگن حالا ما احساس میکنیم که تولد شدیم، از نو میبینیم که دنیا چی لذت و چی مزه داشته. بنابراین زندگی کس آنگاه معنا پیدا می کند، مضمون پیدا می کند که خدا را شناسد و با خدا باشد. تنها معرفت مجرد نه، تنها معرفت نظری نه، به عباره دیگر، بلکه در عمل باید بکوشد با خدا خلوت داشته باشد، با خدا راز و نیاز گوید. خلوت با خدا باید وظیفه مؤمن باشد. گاه گاه از دنیا و از بازار، از سر و صدا کنار رود، از این وسایل اجتماعی، از این تلفن های خیلی وقتگیر باید کنار رود، در خلوت با خدا مناجات ها داشته باشد تا از اهل لذت گردد و مزه خوش ایمان را چشد. ذاق طعم الایمان، گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگری. یعنی ایمان نیز مزه دارد، مزه ایمان را باید کس چشد، سعی کند که از اهل این طبقه شود، از اهل این مقام گردد که احساس کند نماز چه لذتی دارد، مناجات چه لذتی دارد، دعا چه خوشی دارد. به این درجه سعی کند که رسد تا از اهل انس به خدا، از اهل قرب خداوند گردد. در حفظ و امان خداوند باشد.